نوروز بر کام دوستان و بخت پیروز، مبارک بادد این سال و همه سال، همایون بادد این روز و همه روز. بخوان بلبلک، برف زمستان گذشت، صندلی ورداشته شد، مرگ غریبان گذشت. روز اول سال نو کلگی در مزار شریف جمع می شد، دعای خیر میکردن، جنده مولا را بالا میکردن. این 40 روز دوام میکرد. 40 روز دوام. حاجی صاحب، رسم رواج تجلیل از سال نو در هر ولایت فرق میکنه یا همگی به طور یکسان نمیره تجلیل میکنه؟ فقط یک رسم رواج هست در تمام ولایت ها؟ هر ولایت ما پیش خود علاوه یک رسم رواج. یک چیز دیگه در ولایت هست به نام کمپیرک، معلومات دارین دربارش؟ کمپیرک از مردمایی که مثلا جایی که هزارنشین بود یا به نام کمپیرک یک انسان جور میکنه. قصه های قدیم هر روزش هر وقت از این قصه های خاص داره. خصوصا افغانای ما بسید